سلام عشقای من داداشای گلم فداتون بشم. نمیدونین چقدر دلم براتون تنگ شده بود. آقا من از کیش اومدم و گفتم ویدیوهای بمب رو دیگه شروع کنم. من از قبل ویدیو داشتم ولی خب ادیت نزده بود، ویدیو خام بود. میدونی چی میگم؟ به خاطر همین باید ادیت میزدم که آپلود کنم دیگه، چون بدون ادیت که خب بالاخره چرت و پرت میشه دیگه، نه روش آهنگی باشه نه چیزای چرت و پرت میشه. و من الان ویدیو رو دارم ادیت میزنم کم کم. گفتم بیام یه ویدیو هم الان ضبط کنم که اینم باز برای شما ادیت میزنم. خب بچه امروز اومدم با لودات بتلم، چون من خودتون میدونین بتل خیلی داخل اسنایپ کنن خودم. حالا نه مثل مزیار بنگ و سیکرا اینا، به اونا نمیرسیم، اونا سطحشون خیلی بالاتره، ولی خب نه، خیلی در حد خودم. نه من خودم با کسی مقایسه نمی کنم، در حد خودم خوبم. حتی کسی که دارن ویدیو رو میبینن شاید اونا اصلا اسنایپشون از من خیلی بالاتر باشه. بچه این M13 اتش M13 که واقعا خیلی گاده. این M13 شاید باورتون نشه، من اینو 3 سیزن قبل چیدم. خب هنوز خوبه، هنوز نه نف شده نه چرت و پرت شده، اصلا داخل بتل خداست. حالا شاید M13 معمولی باف باشه، ولی با این اتچمنتی که الان اینجا چیدم خب فقط کیف کنید. در جا ببین انمی اومد جلوتون، روش زوم کنی، ایم بگیری زوم کنی، یعنی تمام لابی رفته. اونو اسکوادشون رو راحت میتونی بدی با همین M13 لابی. هیپ فایرش رو من استفاده کردم، هیپ فایرش خوبه نسبت به مکتن و اینا نیست، ولی خب خوبه. هیپ فایرش خوبه، من با هیپ فایرش هم بازی کردم. با هیپ فایرش نمیتونین یه اسکواد بدین لابی، چون که برای هیپ فایر زیاد ساخته نشده این رایفل، ولی خوبه. با هیپ فایر مثلا میتونید دو تاشون رو بزنین، خوبه. دو تاشون هم خوبه دیگه، چی میخواین؟ خوبه دیگه باشه. بعد بریم برای کریم. بچه والا من این کریم رو هر لحظه دارم دست میزنمش. خب این کریم من اتچمنت شد پیروز چیدم. بعد پیروز که چیدم رفتم پیروز ویدیو بگیرم، دیدم که حاجی وان شاتیه همش، وان شات. بعد دیدم خیلی خوبه، گفتم این اتچمنتشم برای شما بذارم. ولی من نمیدونم شاید سیزن جدید، یعنی این سیزنی که اومده، نه سیزن 8 نه سیزن 9 شاید داغون بشه، فکر کنم، نمیدونم، شاید دوباره اتشش نرف بشه. اتچمنتش گاده بچه، عالیه. اینم کد اتچمنت، کدو بزنین به صرفه تره، چون اینجا شاید قاطی کنین، شاید داخل ویدیو کیفیت ویدیو بیاد پایین، اینا نمیشه. حالا من ویدیو رو برای شما میذارم دیگه، ادیت میزنم. حالا شاید کدو گذاشتم یا خود شکل اتچمنتش. و بچه بریم برای این M13 گفتم. بیا دارم میگم خراب میکنم وسط ویدیو، بعد کات بخوره میگم اینجاست. حالا شاید اینجا کات نزنم، نگفتم گفتم M13 اشتباه کردم. این دیل بچه ها، این دیل نمایشی ترین دیل کال آف دیوتی موبایله، نمایشی ترین دیل کال آف دیوتی موبایل. یعنی برای رنج دور ساخته شد، رنج نزدیک ساخته شد، ایمش به شدت سریعه. ایمش نگاه کن، فقط برای نمایشی زدنه. هیپ فایر بزن، فست سکوپ، اصلا عالیه. ایم بگیر، البته خب ایم که برای رنج نزدیک خوب نیست، بخوای نمایشی بزنی یا فست سکوپ بزن یا هیپ فایر. من خودم با این اسنایپ بیشتر اوقات
پس اسکوپ میزنم، چون هیپ فایر بعضی موقع نمیخوره. هیپ فایر بیشتر دارم از زیپلاین میرم بالا و یک دفعه ول میکنم، اونجا هیپ فایر لازمه واقعا. اونجا هیپ فایر زدم خیلی خوب. بچه این اتچمنتی که داری میبینین میدونی مال کیه؟ اینم مال 3 سیزن قبله، هنوز بافه. هنوز بچه معنی باف و نرف هم که شما میدونید دیگه. باف یعنی قویه، این گان این سیزن قویه، نرف یعنی ضعیفه. ولی خب این دیل اصلا دیل که هر سیزن بافه، مشخصه، هیچ وقت نشده که نرف باشه دیل. بچه این دیل فقط برای نمایشی زدنه. من این اتچمنت رو به یکی از یوتیوبرها دادم که اونم داخل ویدیوش گذاشته. خب گذاشته، از من تقلید کرده گذاشته. بعد خیلی حسوده، میشه که اینجوری بگیم حسوده، چون من تا بهش گفتم که یه اتچمنت دارم دیل نمایشی زدنی اصلا میزونه، بهش گفتم بودش که به منم بده، بهش دادم. رفتم ویدیوش دیدم که لوداتش دقیقا عین منه، هم اتچ M13 مثل من بود، بعد هم دیلش مثل من بود. M13 رو نمیدونم ولی دیلش کپی من بود. خب کپی من بود. بعد این اتچمنت دیل، خب من نمیگم اینو خودم چیدم، خودم نچیدم بچه. این اتچمنت یوتیوبریه، خب مال مزیار بنگه. مثلا مثل مزیار بنگ و سیکرا اینا داخل بتل شاد نمایشی میزنن، مثل امین فرنو اینا، برای اونا. خب منم اینو به شخصا نبودم، از اونا رو نگرفتم، داخل ویدیو شدم ندیدم، ولی داخل این استا که بودم اتچمنتش لو رفتش. من هم گرفتم و زدم و میزونه بچه. بعدی وای بچه با این مکتن فقط برو داخل آلکا همه رو چی بزن، هیپ فایر بزن، اصلا رحم نکن، ایم نگیر، هیپ فایر، فقط همه رو هیپ فایر بزن، همه رو برو سری هیپ فایر بزنشون تیکه تیکه بشن. نه مگه تغییر نداده بودم نمیدونم بچه. با این اتچمنت مکتن یعنی مخصوص هیپ فایره، مخصوص هیپ فایره. اصلا نکن این اتچمنت رو دیدی که هیچ جا نمیتونی ببینی، یعنی بچه خودم چیدم. این نمیگم مال چندین سیزن قبله، اینو 1 سیزن قبل چیده بودمش که هنوزم بافه. قدرتش خیلی زیاده، برای رنج دور اگر بخوای ایم بگیری به صرفه نیست، ولی خب اگر یک کم ازت دور باشه، مثلا تو اگر باشی رو سقف آلکا، همون سل هاوس باشی اونجا، اون طرف باشه پایین، بری رو لب دیوار میتونی بزنیش، اون رنجو میگیره. ولی نه این که مثلا تو باشی تهران اون طرف باشی شیراز، نه دیگه اونطوری هم که نمیگیره که. بعد این اتچمنت هم خیلی خوبه بچه. پنجمی خوب نیست، پنجمی حوصله نداشتم، فشاری شده بودم از M13 گلم، گفتم برم بی 50 بشینم. حالا اتچمنتش خوبه ولی برای کسایی که دلشون میخواد، چون من زیاد اصلا باش بازی نمیکنم، مثلا از بدم میاد از بی 50 متیکش، ولی خوبه، متیکشو دیدم میدونم چیه بچه. دارین میبینین دیگه خیلی اتچمنتش خوبه، ولی خب من باش حال نمیکنم، مثلا هیپ فایرش بچه فقط با این هیپ فایر بزنین. این رایفل مخصوص هیپ فایره، داغون میکنه نمیره اینجا دورو که اصلا دیگه سالم نمیذاره. آره بچه ها اون قلب عزیزتون بشم، عشق منی، عشق، قربون چشاتون برم، ساب کنین.